قدرت حکمی در نویه ژلزندروژنی شهر اولانودی روسیه یک شهروند تاجیکستان را بر اساس قسم سوم ماده 3 و قسم یکم ماده 219 در کوشش دادن پوره خرد به مبلغ 1000 روبل گناهکار شناخته و 6000 روبل جریمه بست. دادستانی منطقه سیبیر شرقی روز 4 اکتبر در سامانه‌اش خبر داد که ماه ایول سال 2021 کارمندان پلیس نقلیاتی در وокزال راه آهن شهر اولانوده همسر این مهاجر تاجیک را با گمان ویران کردن قانونهای مهاجرت دستگیر کردند. هنگام ترتیب دادن پروتکل قانون شکنی مأموری همسر این زن تاجیک کوشش کرد که از کارمندان پلیس با پول خلاص شود و با این مقصد به یکی از کارمندان پلیس برای قطع تحقیق 1000 روبل داد. پلیس پول را نگرفت و درباره این مورد به عمل کروپسیونی مایل کردن وی برابرانش خبر داد. گفته می شود در اطلاعیه دادستانی بنا به این منبع مهاجر تاجیک در رفت مرافعه به گناه خود پورا اقرار کرد و از کردارش اظهار پشیمانی کرده است.